الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیز، یک احادیثی از پیامبر خدا علیه السلام بیان میکنه. 4 مرحله را، هر مرحلهش برای هر یک ما و شما بسیار مهمه. این حدیث امام ترمذی رحمه الله روایت میکند. میگه فردای قیامت که انسان از خداوند از قبر میخیزوند، به میدان حشر حال قدم نازده از 4 چیزش میپرسد. یکم چیزی که از انسان سوال کرده میشد، از عمرش کرده میشد. بسیار انسان ها را امروز نگاه میکنی سین سال به 30 و 40 و 50 بردن، حالا طاعت و بندگی نکردن. وای بر حال اون عمری که به طاعت بندگی بروه. شاعرم چی زیبا میفرماید: غافل مباش ای بنده، عمر دوباره نیست، ذکر خدا بگو که از مرگ چاره نیست. به همین خاطر برادران عزیز، این عمری که الله به شما داد، به 30 و 40 و 50، به این عمر اندک خود ننازی، فقط دنیا طلب نشه، بلکه چیکار کنه؟ وقتی که کار کردن در کره، وقتی طاعت بندگی کردن در کره. الله متعال هم چیز زیبا میفرماید: استعیذ بالله، فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض. وقتی که شما نماز ادا کرده به انجامش رسونده، از پی رزق روزی شه. به همین خاطر یکم چیزی که از انسان میپرسه خداوند، از عمرش میپرسه. دوم، خداوند متعال فرزند انسان از چی سوال میکنه؟ از علمش. چی علم آموختی و چی منفعت به مردم رسوندی؟ امروزه بسیار انسان هایی که اهل علم هستند، چی قرآن از یاد میتونن، چی یک مسئله را میدونه، به بعضی برادرها بیان نمیکنه. روز شب از پای دنیا میدوه، از پای طلب علم کرده است، به یک بنده نمیفهمونه. نگاه کنیم اگر در دیگر احادیث پیامبر خدا علیه السلام پیامبر میفرماید: خیرکم، بهترین شما کیه؟ من تعلم القرآن، کسی که قرآن می آموزد و علمه، به یک برادرش یاد میده. اندک یک مسئله را یاد گرفتیم، یک قرآن خوانی هم که یاد گرفتیم، باید همون علم خود به یک برادر، به یک خواهر بآموزیم. به خاطر که فردای قیامت الله متعال دوم گروه سوال میکنه از علم شو، که علم دگیجا صرف کرد، آموختی دگیجا صرف کرد. سوم، انسان را که خداوند از اون پرسان میکنه، از مالش پرسان میکنه، از اون مال دگیجا صرف کردی. وای بر حال انسان هایی که امروزه ثروتمند هستند، فقط گناه میخورن، فقط کارهای حرام میکنن. از یک کمک کردن، از یک خیرخواهی در راه اسلام چیکار میکنن؟ بخیلی میکنن، فقط کارهای حرام میکنن. امروزه بعض انسان ها را با کمک به خیرخواهی مالدارن دعوت شو میکنی، تلخش میکفه. نیکی کارهای حرام گناه هم میخرن، نیکی جنت هم میفروشن. وای بر حالشون. بهترین انسان همون کسی است که مال خداوند دادش با در راه خدا میترش. سوم انسان را خداوند، او چهارم انسان را که الله فردای قیامت از قبر میخزونه میپرسه، انسان را از بدنش. بدن دگیجا پیر کردی. بسیار انسان ها را نگاه میکنی پیر شده است، حال طاعت بندگی نمینه. پیر شده است، پاس بالای گور رفته است، حال هم کارهای حرامی میکنه. خدا رحمت کنه. شاعرم چیز زیبا میفرماید: گلی که بوی ندارد به وی چمن حیف است، دلی که عشق ندارد به وی وطن حیف است، سری که سجده ندارد به او کفن حیف است. هر انسانی که سین سالش به پیری میرسه، سر مویش سفید شده است، مسجد نمیروه، طاعت بندگی نمیکنه، برای انسان کفن حیفه. حتی به همین خاطر از این 4 چیزی که پیامبر میگه فردای قیامت الله ما را میپرسه، باید که زیرک باشیم، کوشش کنیم که در اینها خطاگی نکنیم.